امروز یه نکته ای رو از خبر شنیدم که فکر کردم که با شما در میون بذارم. میگفتش که از هر 10 کانادایی در این سالی که جاری 1 نفر شغلش رو از دست داده. میخوام بگم که به نظر من داشتن یه بکاپ، حالا به صورت یه ساید هسل، میتونه به هممون کمک بکنه برای اینکه بتونیم این شرایط رو خودمون با این شرایط تطبیق یا سازش بدیم. من خودم با انتخاب آنلاین دیجیتال مارکتینگ در واقع این بکاپ رو برای خودم ساختم. من پیشنهادم اینه که اگر مایل هستین شما هم این بکاپ رو داشته باشین و به عنوان یه ساید هسلی که اون رو بتونین هر جایی از هر جایی یا از در هر زمانی مدیریت کنین بدون اینکه نیاز به حضور فیزیکی شما داشته باشه و ضمناً کار قانونی باشه، چقدر خوبه که اون رو دنبال بکنیم. و اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشین پیشنهاد میکنم که در وبسایت من